من مصاحبه کاری خیلی مهم دارم، لطفا خدا هر ایشالله قبولم کنم. از یک کشور دیگه است. سلام، آیسان جواهری هستم. ممنون، متشکرم. بله، من سابقه تدریس دارم. 4 سال توی کانادا تدریس کردم و اینکه بله، به 7 زبان زنده دنیا من مسلط هستم: چینی، ژاپنی، کره‌ای، عربی، فرانسه و انگلیسی. بله، کشورهای خارجی زیاد رفتم و اینکه تو آخرین سفرم که به عربستان رفته بودم رونالدو هم دیدم. بله، وسیله نقلیه دارم، BMW دارم من. اتفاقا این زبان‌هایی که گفتم خدمتتون من به شاگردانم درس دادم. صبح انجام بی عزیز.